اگه صاف بذار آقا، اگه صاف بذار بفرد. اینا باید نمودارش بکشین، انجام بدین و بنویسین. نمودار، فقط نمودارش. صحبت کارتا بکن آقا، کارتا بکن، صاف بشین، کارتا انجام بده. بله نمیشتن جواب از پشت برگرد. بله استفاده بکنی اگه جا نداشته باشی. طوری نیست، بشین آقا. بپرمم آقا خونده، خیلی هم خونده، ولی انگار یادم رفته. پوکه باید یه فکر کرد، یه فکر اساسی. آقا بله به درد نمیخوره، یعنی برای ریاضی به درد نمیخوره. ما خودمون شاعریم. کاردا بکن، کاردا بکن. بچه‌ها 10 دقیقه تا یه رو بیشتر وقت ندارین دا. حرف نباشه، کاردا بکن. چیزی میخوای بنویسی بنویس، کاردا بکن. جناب حیدری من هرچی خواندم در وقت امتحان در گل بماندم. باشه بینم هرچی نوشته دیگه بسته. جناب حیدری من هرچی خوندم به وقت امتحان در گل بماندم. کنون لطفی نما و نمرم ده، اگرچه چند تایی غلط پراندم. در گل بماندم، غلط پراندم. خوبه؟ بیبی من گشنه. بیبی من گشنه. سلام دو گل بخور. سلام من گشنه. از بس که گشنه من خواهم داره بیلرزه. میخواد صبح یه لقمه میذاری درنه. چقدر بهت بگم فرمونیم بریم؟ آخه امتحان داشتیم باید زود میرفتم. حالا امتحان خوب شد؟ هی بد نشد. ای بد نشد چیه خوب شد امتحانه؟ بازم کالاجوش؟ مگه کالاجوش چشه؟ ما 3 روزی پیش کالاجوش خورده ایم. این حالا با اون کالاجوشا فرق میکنه، توش گردو ریختم. خوشمزه است. بخور ناشکری هم نکن. گیر مردم اینم نمیاد بخورن. از بس که خوردم نون و دو های پشت زیر هم میگم دروغ. این میخواد دروغ بگی. غذاتو بخور، دوستاتو دنیا هم کشمش بخور که سردت نکنه. از بس که خوردم اشکنه راه که میرم پا میشکنه. پاش که سرنم به سر به هوایی ده. درست راه برو. از بس که خوردم نونه کرد گرد تو سینم کرده قش. با دهنی پر حرف نزن. غذاتو بخور. از بسو میگم با دهنی پر اینقدر بیراجی نکن. غذاتو بخور، ناشکری هم نکن. من که چیزی هم گفتم، فقط میخواستم شعر بگم که هم غذا به خودم بچسبه هم که خسته که شما در بره. دست شما درد نکنه که به فکر منه. وای چقدر یه چور میچسبه سری سفره؟ چرا چور میچسبه؟ بلند شو بلند شو کار بکن برو مدرسه. بلند شو سری سفره نخوا.
خب بحث امروزمون راجع به دایره هست. شما سالهای قبل فهمیدیم که دایره رو با حرف سی نمایش میدادن و مرکز دایره رو با حرف او. فاصله از محیط دایره تا مرکز دایره رو به نام چی میگفتیم؟ شعاع. و شعاع رو با چی نمایش میدادیم؟ با آر. خب حالا اگر این شعاع رو باز روی دایره دیگه ادامه بدیم، مرکز مثلا همون مرکز باشه، دایره‌مون رو بزرگترش بکنی. خوب دقت بفرمایید، متوجه میشیم که ادامه این شعاع ادامهش تا میاد برسه به این خط به نام چی نام گذاری میشه؟ قطر دایره. خب اینا مشخصاتی بود که داشتیم ما، درسته؟ اینا مشخصاتی دایره بود. حالا میخوام زاویه هایی که رو دایره ایجاد میشه رو بیان بکنیم. باز روی شکل دیگه مشخص میکنیم. خب حالا این زاویه مرکزی کمان رو به روش با یه رنگی الان من مشخص میکنم، این کمان میشه دیگه، درسته؟ خب اگر این کمان اندازش مثلا باشه 70 درجه، دقیقاً اندازه زاویه مرکزی هم به همون اندازه. اگر ما این خط رو ادامه بدیم به شکل چیه دایره میشه دارم؟ قطر دایره. باریکلا. کمان رو به روش با رنگ سبز مشخص میکنم. اگر این 80 درجه باشه اندازه این نصف این هست. اندازه چیه؟ نصف این. اگر اندازه این فرض کنید که 120 درجه باشه، مثلا این کمان رو من اینجا بکشم، فرض کنید که کمان رو به رو 120 درجه باشه، ما میخوایم حساب کنیم اندازه زاویه محاطی رو به رو میخوایم اندازه زاویه خجالت بکش، اون از وضعی امتحانه، این هم از سر کلاسه. آقا ما داشتیم گوش میکردیم. تو خواب گوش میکردی؟ پس ببخشین دیدارتون کردم. آقا تقصیر ما نبود. ساکت. جالبه، پس حرف من خواب آور بوده، بله؟ آقا راستشو بخواین تقصیر کالا جوشه. ساکت. آقا با اینکه گرد و کشم شب خوردیم انگار سردمون کرده. آقا خیلی گشنمون بود، زیاد خوردیم جاش بخوریم. پرخوری و کله پوکی همین است دیگه. آقا حقش بود این کالا جوشا 2 تا چای مایه دار بخور، ولی خب عادتی خانوادگیمون نیست که زورا چای نخوریم. یعنی بیبیمون میگه چای ضرر داره. دیگه فرمایشاتون تموم شد، بلند شید من دست صورتتون رو بشورید تشریف بیارید. بیار بیشه. اگه شب با معده سنگین بخوابین، ها؟ چجوری میخوابین؟ آقا باشه بود. آقا ترسناک میبینی. همین دیگه. به همین شکل میشه. مثل ایشون. خب چجوری وقتی کلاسه میگیره با؟ بریم دوباره درسمون رو ادامه بدیم. آقا چه غذاهایی سبک خوبه؟ آقا چه غذاهایی ویتامین داره؟ آقا سیب زمینی که میگن بیره که ویتامین داره. آقا آلوچه چه ویتامینی داره؟ آقا بسنی چه ویتامینایی داره. شلوغش نکنه. گوش بده. ببین این غذاهایی که شما روزا میخورین، غذایی که کلا میخورین، میوه‌ای که میخورین، همه اینا داره ویتامینه. منتاش باید غذا و میوه‌ای که میخورین طوری باشه خب که بتونه اون موادی که بدنتون نیاز داره، ویتامینایی که روزانه بدنتون نیاز داره تامینش بکنه. برای همین است که میگن غذا مختلف باید بخورین. متوجه شدین؟
آقا چیزی هم از آدم بخورید کلش به کار بیفته؟ خنده نداره بچه، اتفاقا سوالی خوبی کرد. بله چیزی هم هست که آدم بخوره و کلش به کار بیفته، اونم فسفر است. چی آقا؟ فسفر. ببین فسفر بعضی از غذاهایی که شما روزا میخورین فسفر داره، مثل گردو، لوبیا، عدس، تخم مرغ. اما بیشترین فسفر تو موجودات دریاییه، مثل ماهی و این چیزا. به خصوص به چا میگو خیلی فسفر داره، سرشار از فسفر. آقا اسم میگو رو نیاری حالمون به هم میخوره. میدونی چرا حالت به هم میخوره؟ مال این است که به خوردنش عادت نداری. اگه این میگو خوب پخته بشه خیلی هم خوشمزه است خوردنش. همونجور که گفتم پر از ویتامین هم هست، پر از فسفر هم هست به خصوص. آقا یعنی اگه ما میگو بخوریم ریاضیمون خوب میشه، ترقی میکنیم؟ ببین میگو فسفر داره، فسفر هم برای مغز خوب است. اما اگه سر به هوا باشی و درس نخونی، فعالیت نکنی، گوش دادی؟ نه میگو نه ماهی، خب حتی اگه نهنگم بخوری آقا مجید فایده نداره. آقا نهنگ کجا میفروشم؟ آقا شما علومتون خوبه، حسابی هم آقا درس بود. آقا این نصف علوم هم ربطی داره؟ آقا شما میگو زیاد خودت جمع چی بلدی؟ آره ببین من یه مدتی بندر عباس بودم، اونجا بود که عادت کردم به خوردنی میگو و ماهی و اینا. البته برای کارم هم زحمت کشیدم ها. ببینید بچه، اگه قرار بود کسی با خوردنی میگو و ماهی و اینا ترقی بکنه ده پیشرفت بکنه، خب ماهی خار که انقدر میگو و ماهی میخوره تو دریا، حالا بزرگترین دانشمندی دنیا بود. آقا ما اگه بخوایم میگو هم بخوریم گیرمون نمیاد. آقا ابن سینا میگو زیاد میخورده؟ آقا تا حالا میگو نخوریم اما میدونیم بدوه. آقا اگه میگو بخوریم تاریخ و جغرافیا از برمیشیم. آقا ما تا حالا سبزی پلو و ماهی خوردیم اما تا حالا میگو نخوردیم. آقا ما حافظمون خیلی قویه، بازم میگو بخوریم. آقا اگه یه آدمی خنگ باشه اون وقت میگو بخوره اون وقت هوشش زیاد میشه که تو امتحان رفوزه نشه. آقا ما درسمون خیلی خوب یاد بگیریم، فقط کلاس یکم هول میشیم. میگو برای هول نشدن خوبه. آقا موزی اومد این قدم میگو میخوریم تا ترقی کنیم. آقا قدیما میگو برای ترقی خوب بوده. آقا جایی نیست که فسفر همینطوری بفروشن ما دیگه نریم میگو بخوریم. آقا گفتیم میگو چی داره که برای حافظه خوبه؟ فسفر. اصلش فسفر چیه؟ فسفر دیگه چیه؟ فسفر نه فسفر. حالا همین که تو میگوی. فسفر یه چیزی است که تو میگو هست. میگو دیگه چیه؟ همین ملخ دریایی رو میگوی دیگه. ملخ دریایی نه میگو. همین که تو میگوی. تو گوشتشه. الاس ملخ دریایی گوشت داره که فسفر داشته باشه. تو گوشت گاو و گوسفند پیدا نمیشه، تو ملخ دریایی پیدا میشه. پیدا نمیشه دیگه. فسفر یه چیزی است که عقلی آدمو به کار میندازه، عقلی آدمو فهم میکنه. آدم میتونه مسئله و سختی ریاضی آسون حل کنه، ریاضی رو قشنگ یاد بگیره. آدم میتونه شعر خوب بگه، نمره خوب بگیره، شاگرد اول بشه، بعدش هم ترقی کنه. تو نمیخواد ترقی کنی، درساتو بخون. بیبی شما نمیدونی اگه آدم میگو بخوره دا روزگارش از این رو به اون رو میشه، میتونه آدمی مهمی بشه، آدمی کلوفتی بشه. همه جور نازک بمونی بهتره، ترقی هم نمیخواد بکنی، درساتو بخون. بیبی درس خوندنم ترقی است دیگه. مجید جون نمیخواد خودتو بدبخت کنی عزیزم، درساتو بخون تو. بیبی شما نمیخوای من یه شاگرد خوبی بشم؟ شما دلتون نمیخواد من شعر خوب بگم، همه جا معروف بشم، ترقی کنم؟ یه حرفا رو معلم دنیا داده؟ خب بله. آقای حیدری چند وقت بندر عباس اونورا بوده، میگو هم زیاد خورده. نمیتونی بیبی مسئله و ریاضی مثل آب خوردنن. از میگو هم خیلی تعریف کرده. بیبی خودش هم میگو خورده که اینقدر ترقی کرده. اگه تو میخوای با خوردن ملخ ترقی کنی من نمیخوام ترقی کنی. ملخ نه میگو. به معلم بدونم بگو درستون بدن، درس بخونید پیشرفت کنید، نه که درس ملخ خوردن یادتون بدن. ملخ نه. ما این چیزا بهمون نمیسازه. حرفش هم دیگه نزنی تو خونه منو ناراحت کنی و اصلا قیدشو بزن. بیبی شما تا حالا ازش میگو خوردین که اینقدر ازش بدتون میاد؟
اون زمونا که بچه بودم زردی یرقان در بود. گفتن ماهی بهش بده درسته قورت بده تا خوب بشه. ماهی درسته؟ نه از اون ماهی درسته که در نظر توست. ماهی کوچولو هست تو چشمه پیدا میشه. یه دونه به زور به خورد دادن، از هم روز از ماهی بدم میده، دیگه هم لب نزدم. بیبی ماهی با میگو فرق میکنه؟ همشون یه کوفتن، اصلا حرفشون از این از هر دوشون چندشم شد بدم میاد. بیبی این حرفا رو نزنی. شما ازش چی میدونید؟ از کجا با خبرین؟ این خارجی‌ها که این همه اختراعات میکنند به خاطر این نیست که صبح و ظهر و شب میگو میخورن. مثلا اون چرا؟ همون چرا که شماش غذا میپزین قدیما بودست؟ نبودست دیگه. اون چرا؟ اون ساعت، اون رادیو، این چراغی برق دیگه اینا قدیما هیچ کدوم نبودست. به خاطر اینکه قدیما به خاصیتی میگو پین آورده بودن. داری ریشخندم میکنی؟ که بهت بگم برو ملخ بخور بخور. ملخ نه میگو. کور خونده. اگه تو فکر میکنی و کور خونده من اصلا بدم میاد حرفش هم دیگه نه. بیبی داری آینده منو خراب بکنی ها. تو نمیخوای من ترقی کنم؟ باد بیاری به چه کلمو بردی. آخه تو مادرت ملخور بود، پدرت ملخور بود، دیگه حرفشو نزنی و بس کن. همین تموم شد. بیبی شما اگه به جا ملخ میگفتیم میگو همه کارا درست میشد. همین. یاد کجا زنمون؟ روابه خوش اومده زنمون. خدای شکرت کرد. به خوشی شما، به خوشی آمو، به خوشی همه دون اومدن. خوش اومده یاده حالت به خوشی شما قبول و دهنه برم. بشین ببینم کجا بوده، چی تو هستی، چی کار میکنی؟ الحمدلله هستی تو بپرسی. بشین آخه یا جناب علی من به خدا بشینم. خب بگو بینم یاده به چات کجا، بهرام کجا، هر جا هست آگودله قربون همهشون برم. وای نمیخواد قربونشون برم. وای نه چرا وای لقتشونو برم. سلام برون باشه. حال شما خوبه؟ بد نیست. رو بخون بیبی من بگین تو رو خدا این بگین که میگو فسفر داره و برای من صورت اسم آوردی دیدی یاد منم بدش میاد از حرفا. حالا بازم تکرار کن. به خدا من به خدا میشناس من تا هم حالا مدم تو خونه داشتم درست که من چیزشون میگفتم بخورم. ببینی آخه روبا خانم شما دوست ندارید من دوست دارم برای مغز خوبه. شما یک کلمه بهش بگین بزن. من منو تا حالا از چیزا نخوردم. تون بپا نخوری اینا لجنا تعجقات کرما تعجق کنید همچه میکنن میرند اینا نری بگیری بخوری میمیری. نه خدا نکنه دست درد نکنه. خیلی ممنون. ببینی یادی چه پسر خوبی داره. یادتون باشه دا. یادم است. ربابه دلم برات کباب. یه بار نشد تیم مسئله ریاضی درباره این شاعران حرف بزنن. همیشه درباره این بازرگان که چقدر سود کرده چقدر نشد. خیلی چیزا به من چه؟ من تا میگو نخورم نمیتونم این مسئله ریاضی رو بفهمم. همین. زمانی که جوان بودم و تو ده زندگی میکردم یه مشق خیرالله بود 80-90 سالش بود. سرحال و قبراق راه میرفت کار میکرد صحرا میرفت اومده دل درد گرفت. هر کسی یه جوشوندنی هر کسی یه دوا درمون هر کسی یه کاری برش کرد. مشق خیرالله یه کمی رو به راه شده بود میتونست زنده بمونه چند سال دیگه عمر کنه. اومده یه پیرزنی بهش تبابت کرد که مشق خیرالله برو عسل خالص گیر بیار آیا چند تا قاشق بخور دل دردت خوب میشه. مشق خیرالله رفت عسل خالص گیر آورد و مشق خیرالله بیچاره که تا به عمری 80-90 سال عسل ندیده بود عسل نخورده بود یه انگوش عسل گذاشت دهنشو همانا حالش به هم خورد و افتاد و کشیدندش رو به قبله و تا اومدن اهل آبادی بفهمن مرد و رفت بردن خاکش کردن. حالا ای که میگن همه چیز به مزاج همه کس نمیسازه دروغ نیست. اینم که تو هی میخوای ملخ بخوری و ترقی کنی نه مورد ملخ خوردی و بهت نساخت و مردی. من چیکار کنم؟
چشم. آقا همراه میگوید بله. چطوریت؟ چطوریه؟ خریدنش چطوریت؟ میرزیم تو پاکت میکشیم اینجا میرفروشیم پوله. خوب شد گفتین دا. منظورم این است که کیلویی است، پاکتی است، دونه‌ای چطور؟ گرونه به دردت نمیخوره اونجا. شما با همه مشتریاتون اینطوری حرف میزنی؟ کیلویی همه یه رقم هم داریم، کیلوی 380 تومن. بعد میشه کمترم خرید؟ هرچی بخوایم میدم. Volevamo comprare dei gamberi. Gamberi. Mor? No, gamberi con le... ماشوریده؟ Gamberi. ماهی؟ No, grandi. Grandi e con le gamberi. شوریده؟ No. Small. اینا میگو میخواند آقا. Poco. Grandi. باز کجا میدونی؟ Grandi con le... Not gamberi. مثل میگو دیدین گفتم Gamberi, vis. خارجی ها میگو میخورن دیگه. باریکلا. How much vis 1 kilo? 1 kilo. شم میخوان دیگه. گفتین کیلو 380 تومن. مستر 380 1 کیلو. Much. No possible small. Much money. مستر نمیدونی این میگو چی داره؟ توش پری فسفره. ازش آدمگی بخوره دا مغزش فوم میشه، میتونه ازش پر فسفر بشه. مثل شما شب و روز میخورین اینا مگه نه؟ آره دیگه شما به خاطر همینه اینقدر کشف میکنین دیگه، از اینا میخورین چون که فسفر داره، مغزی آدمو به کار میندازه، آدم میتونه هر چی میخواد بسازه. سلام. نیم کیلو میگو میخواست. میگو؟ بله. نیم کیلو. ببین اگه قرار از پیشمون بشی بری و پس بیاری همه الان بگو. پیشمون برای چی؟ یا میری دعوت میکنن میگن چرا گرفتی، همه الان بگو اگه میخوای پیشمون بشی همینجا پیشمون بشو. شما که این همه میگو میفروشین و ماهی میفروشین و این چیزا، اصلش میدونی خاصیتی میگو چه؟ اصلش میدونی فسفر چه خاصیتی داره، برای چی خوبه؟ سلام بیبی. سلام عزیزم، کی اومدی؟ همین الان. بیبی میدونی برای تو چی خریدم؟ نه از کجا بدونم؟ نمیدونی؟ نه چه سینی خودمونه. نه بذار این تا براتون بگم. براتون میگو خریدم. میگو دوباره این کارا چی چیز میکنی؟ این همه جارو بس مغز منو خوردی. آخرش رفتی کاری خودت که من که میگو نمیخوام. با این بوکن، با این نجستا، با این کثافتا. من ازت تو چی کار کنم آخه؟ اینا چی آخه؟ چه افتخاری هم میکنه، چه فخری میفروشه. برام میگو خریده. چرا با هم گفت میگه نجسه؟ پس چیه؟ نجسه هم نجسه، گندم گمتره. بیبی میخواستی ما رو به کار بکشی یعنی قالیا بشوری، اون وقت میگوها رو بونه کرد. قربان زبونی هم میکنه با سمپلا سرفرازه با این کاری که داشتم داره. بلش کن. پول از کجا بردی نارو خریدی؟ ها؟ چقدر خریدی نارو؟ چرا جواب نمیده؟ نکنه پولی بعد وقتی تابستونه رو بردی نارو خریدی؟ ها؟ فوری میری پسشو میده. چی بیبی؟ پسش بدم. من که گفتم فوری. هرچی آدم
آقاست میگم خوره. حالا شما میگید همه آقا نشده. هر وقت آقا شدی بود هر کار میخواد. شما نمیخوای من ترقی کنم؟ با ملخ خوردن ترقی میکنی؟ بیبی ازش ما ترقی نمیخوام. این اقلای 4 تا از این میگوها رو بپره. ما بخوریم آرزو به دل نباشیم. مرجی ما دارم میرم خونه کوچک خانم. این ملخار میبری پس میدی. منظورتون میگواست؟ همین که گفتم نبردی پس بده 1 قرون پول دیگه تو دستت نمیبینی. دیگه خود دانی. من رفتم. دو کیلو. چقدر شد؟ 520. 20 تومن شد دیگه تخفیف بدیم. همون 20 تومن خانم برام داره. خدا بده برکت. خدا. به سلام. سلام. کجا بوده؟ میگه نگفتم میگه اومدی پس ور نمیدارم. که خواست پس بده. پس اومده چیکار کنی؟ اومدم ببینم چی طوری درستش کنم. بده من. اینم بری تو خونه قشنگ پوست داره میگیری تمیزش میکنی تو این کمرش یه خط سیاه داره اونه میگیری بعد تو روغن سرخ میکنی میخوری. همین. انگار من میذارم کسی جلو ترقی منو بگیره. راستی هم بو بد میدادم. عوضش فسفر داره. ترقی اول بی گفت میگو بود فسفر نباشد راه حله این کله بکن ولی فسفر ولی کنه گفت ماهیتابه میگو شده مادرت هم؟ نه خونه نیست. یخته روغن میخواستم. آخه مادرم خونه نیست. حالا طوری کنی یه 2 تا ملاقه روغن بیستی. آخه میترسن دوام کنه. نه ترس با کمشه میریم از شما قرض میدیم. شما میریم از ما قرض میدیم. بعد پستون میدیم. دست دردم. ببین تا حالا میگو خورده؟ نه. ببین تا حالا میگو نخورده؟ نه. برای چی؟ آخه از بوش بدم میام. خدا
چطور شده مجید؟ گربه خدا جونم مرگت کنه، خدا برت بندازه. چه به روزی من یاد چرا هم که میکنی آخه؟ دیگه قرار خوردن همین روزا رو به روز دوبار مسئلات کاری آقا دیگه تو رو کیه ساله زحمتی منو دیگه چه به روزم آقایده چرا هم که کار میکنی تو چرا کار میکنی به روزا رو نخور که من گفتم دست ساله نخوردم بردا میگی که به روز دوبار حالا بخواد خراب کنی اصلا نمیکردی قرار میکنی ها؟ قرار میکنی اگه دستم به دستت نرسید بالاخره میای توی خونه. بیبی کجا میری؟ بیبی غلط کردم بیبی ببخشید بیبی 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 کجا؟ بیبی غلط کردم ببخشید بیبی بیبی
به نظرم اونا که بعد از اینجا میخوام زندگی کنم فکر کنم برای میگو خوردن هیچ ناراحتی نداشته باشم. هیچی با شما نبودم. سلام. کیه؟ سلام آجی. سلام آجی. حالت چطوره؟ خوبی؟ تو که دوباره دست بال به آب دادی آجی؟ پیرزن اذیتش کردی که؟ به خدا من نمیخواستم اذیتش کنم. فقط نمیدونم چرا هر کم کنم آخرش خراب شد. میخواستم میگو بخورم که فوسفوری مغزم زیاد بشه. چی؟ هیچی. آجی آدم که نمه قرمه دارم دنبالی شکمش بره که بعدی پیرزن رو اذیتش کنی، ناراحتش کنی، زندگیشو اینجوری کنی، راهی این و اونورش بکنی، نمیشه که؟ لالا حالا نمیخواد بیام؟ نه حالا که اینقدر عصبانیه که حد نداره. حالا راضیش کردم تا یه حدودی. حالا ببینم چی کار میتونم بکنم. بابا من خونه مثل دست گل تمیز کردم. بگو بیاد دیگه. داداشم دست درد نکنه داجی. حالا اینقدر عصبانیه که حد نداره. تو برو، من اگه تونستم شب راضیش میکنم خودم میارمش. برو آجی. برو. خدا مواظب خودت باش. خدا. بازم به کالا جوش آفرین زدست الان میکنم اصلش ما باید بریم بیمیریم توقفی هم نکنیم این حرفا به ما نایمده بدون فسفر نمیشه چرا رو خاموش نکردی؟ درست است که کالا جوش فسفر نداره اما شکمی آدمی که سیر میکنه حیف که خوابی تو خوابم دلم نمیاد بزنمه. حالا غذا خورده یا نه؟ آدم هم اینقدر شکم پرست به چه؟ اگه تو این ملخ تو شکم نره دنیا به آخر میرسه. هی میخواد عقلم زیاد بشه، میخوام ترقی کنم. اصلا تو میدونی ترقی چی هست؟ یه عقل اگه داشتی کارا رو میکردی، عقل داری که کم و زیاد بشه. به قد یه بچه موش هم عقل نداری. بذار صبح بشد من دونم و تو بلند شو به صادق غذا ده بخور لحاف شب میشه.
باکتری ها گیاهان زنده کوچکی هستند که کلروفیل سبزینه ندارند. فلمینگ آنها را مورد بررسی و کاوش قرار داد تا بفهمد که آنها چگونه زندگی می‌کنند. او همچنین می‌خواست بفهمد چرا بعضی از آنها مضر و خطرناک هستند. پولی پس اندازی شد. برداشت رفت ملخ خرید. یعنی میگو خریدی؟ از همین چیزا که شما میگوید. آخه این حرفا چیه شما یادی به چا میده؟ من میخوام اینم شما ملخ خوردین، ترقی کردید، آدم حسابی شدین. میگو میفرما. همین که شما میگوید. من میخوام آقای حیدری ببینم نه چی یادی به چا میده. آقای حیدری کلاس نداره امروز. آقا شما بگین تو رو به خدا. آخه این حرفا چی یادی به چا میده؟ چرا فکری واسه ما رو نمیکنید؟ نمیدونید ما نمیتونیم خواستای بچه‌مون رو برآورده کنیم. آقای حیدری هم خودش میگو خور نیستش که ما که میگو خورست یا میگو خور نیست. یکی از فامیلاش تو شیلات هر از چنگای مقداری برش میارم. به من هیچ ربطی نداره آقا. این معلم باید درس بده تا بچه ترقی کنه. بچه باید فعالیت کنه، درس بخونه، کوشش کنه تا بتونه ترقی کنه، نه ملخ بخوره. ببین مادر اینم مربوط به درسشه. فواید حیوانات دریایی گفت. آقای حیدری معلمش چیه؟ معلم دستور غذاست، معلم آشپزی است، معلم ترقی است، معلم چیه؟ من میخوام بدونم. آقای حیدری معلمی علومه است، معلم ریاضیه، معلم دیگه معلم علومه. ها معلم هر چی، به من چه؟ خودش ملخ چیزا خورده است، فسفر مغزش پیدا کرده است، ترقی کرده است. آخه بچه‌ای که روستاشون تو کوچه ورجه میکنه اگه نهنگم بخوره که فایده نداره. آقای حیدری هم اتفاقا همینو میگفته بچه‌ها اگه نهنگم بخورین اما درس نخونین فایده ای نداره. همینو میگفته آقای حیدری هم. پس چرا بچه پاشو که از توی کفش میخواد ملخ بخوره؟ خب حالا شما هم سخت نگیرین، ولی یه بارم میگو بخوره طوری نمیشه. میخوام نخوره. اصلا بچه خوب نیست انقدر شکمو باشه، دنبال شکم بره. هر جو صلاح میدونین خودتون. خلاصه به آقای حیدری بگوین خدا رو خوش نمیاد اینقدر بچه‌ها ما رو اضرا به در میکنی و این حرفا رو یادشون میده برن ملخ بخورن نه چیکار کنن. چشم به آقای حیدری هم میگم، خودم میگم به آقای حیدری که شما گفتین. به این مجیدم بگوید بیاد هم حالا تو دفتر جلو شما قول بدید به من که دیگه تو خونه میاد اذیت نکنید، بخواد ملخ بخوره و ملخ بخوره و اذیت کنه داد. چشم اینم میگم. من الان میرم بهش میگم مجیده باغ بگی. چشم خیلی ممنون. آقای معزنی همین کلاسی دوم مجیده باغ بگی ها شبوریا. آقایی باشه مجید این خلبازیه چیه در آورده؟ ها؟ من کی به تو گفتم بری میگو بخری یا اینجوری زندگیت نبریز به هم؟ ها؟ این کار چی اسم میکنی؟ الان بیبید اومده اینجا تو دفتر گوش میده، خیلی هم عصبانیه. میری تو دفتر اسمی هم از من نمیاری یا هیچی اسم از من نمیاری. برو تو. خب شد اومدی مدرسه؟ میاد مدرسه آبرو ما رو میبره. شما با پدر و مادر و بیبی. آقا ما فقط بیبیمون رو داریم. جمعه با بیبی نهار میان منزلم.
آقا شرمنده میکنی. خیلی ممنون آقا. جمعه چش آقا. نهار میگو داریم. چش آقا. برو کلاس. آقا همین جمعه؟ آره همین جمعه. آقا دست شما دارم. برو کلاس. تو رو نگاه. وقتی میگو بشد ملخ، فسفورم بشد پسپو، او توی از این بهتر بشد. امروز که ما خواهیم بریم مهمونی، مهمون دعوت کرده آش پخته سینا. چقدر من قول میزنم. سر سفره نشینم با دل و جان، همین میگو خورم من فراوان. میگو که تا فسفر رود داخل مغزم، شود مسئله های سخت آسان. سر سفره نشینم با دل و جان، همین میگو خورم من فراوان. بیبی جون میگو خورم که تا فسفر رود داخل مغزم، شود مسئله ها سخت آسان، شود مسئله های سخت آسان. خب شما هم بیاین بریم دیگه. اصلا و ابدا اصرار نکن عزیز من. چند دفعه بگم من نمیام. آخه من که روم نمیشه تنهایی برم. آقای هیدری شمارم دعوت کرده سان. حیفش نریم. شما برین که حیف نباشه. شما اگه پسر خوبی بودی فرمونی من نمیبردی اصلا این مهمونی رو نمیرفتی. این مهمونی نیست عزیز من، این خار خفته. من نمیدونم چرا تو اینقدر شیکم شدی. تو به کی رفتی؟ باز میگه شیکمون. آخه حسابی شیکم که نیست که. من میخوام یه بار تو عمرم میگو بخورم ببینم راستی برام مغزم خوبه یا نه. خب برو بخور نوشی جونه. اصلا اون ملخا بخور دیگه اسم منو نیار. برو خدا به همراه. یه بار یه معلم، اونم معلمی ریاضی، از یه دانش آموزی با فهم و کمال دعوت میکنه برید خونش مهمونی. این افتخاره. بله بیبی خانوم این افتخاره. اگه نمیدونین بدونین این افتخاره. بله
حاجی اومد. سلام. سلام عزیزم. خوبی؟ بیبی کجا؟ همینجا. چطوری خوبی؟ بعد نیست. بیبی تو سری به ما نمیزنی. بیبی جون. بیبی. سلام بیبی. سلام ملیکه خانم، خوش اومدین. احوال شما؟ چطوری؟ بد نیستم. تو قراره ابرو کمک آشپزی ببخشید تو برای خوردن اومدیم. رسیدم بخیر. خوب هستی؟ خوبی بیبی؟ واقعا کمال کار داشت بیبی جون نتونست بیاد. شما خوبی؟ بله برای من همیشه کار. حاجی جونم یه دقیقه بیا. چشمش. حاجی امروز خواهم خونه معلمم مهمون. بگو یه کاسه آش بده من ببرم. حرفتون چی دوست داشتی؟ نه همینطوری. چشم کی از تو بهتر حاجی. چشم میگم. بیبی جون. بیا اینم باش. آقا مجید خیلی خوش اومدین. سلام، احوال شما؟ حالتون چطوره؟ بفرمایید. پس بیبی چرا تنها اومده؟ مهمون داشتیم بیبی گرفتار بود دیگه نمیتونست. خب بفرمایید. خب حالا چطوره آقا مجید؟ خوبی؟ چرا زحمت کشیدین آقا مجید؟ دست شما درد نکنه. آقا اجازه قابلی شما رو نره. اختیار داریم. خیلی زحمت کشیدی آقا مجید. آدرس راحت پیدا کردی؟ بله تقریبا راحت پیدا کردم. سلام، حالت چطوره آقا مجید؟ خوبی؟ پس چرا تنها اومدی؟ بیبی دستش گرفتار بودن. خب حالش خوبه بیبی؟ سلامشون برسونی. بفرمایید بشینید. خب چطوره آقا مجید؟ حالت خوبه؟ خانم این آقا مجید یکی از شاگرد خوبی کلاسه، اما دوتا اشکالی کوچولو داره. یکی این که بعضی وقتا نه همیشه سری کلاس چرت میزنه. که این که ریاضیش خورده ضعیف. البته قرار شده است که با خوردن میگو این رو به راه بشه. بله آقا، فسفر همه کارا رو به راه.
میگم بشینید. آقا مجید بفرمایید. چشم آقا الان میام. بیا بشین آقا مجید، بیا بشین. وحید بیا اینجا. وحید آقا مجید حالت خوبه؟ نیست. من مرا آقا مجید خدا بکشم. من پلیس نرم. میگو خالی میخوری؟ بله. زا خانم هرچی میخواد بخوره. شما خودم تو خوشحال بودید. بیا پس آقا مجید میگو بکشم شما. سوشیالیزم مرا میگو شما آب بگیرش. جمع شدن همه کشیدندش رو به قبله بود تا اومد اهل آبادی بفهمد مشکل الله مرده بود. بخور مجید، بخور خوشت میاد. چشم میخورم. آقا مجید بخور. هیچکی میگو مثل من درست نمیکنه. بخور. چشم میخورم. مجید خیلی برات بریزم؟ بله. اگه دوست نداری خورش برات بریزم. نه دوست دارم. بخور خوشت میاد آقا مجید. بخور. یه خواستی هم سوس بخوری داره. چرا چشمتو میبندی؟ آره هیچی نیم. عادت خانوادگیمون نیست که چشامونو ببندیم غذا بخوریم. پدر و پدر بزرگم هم همینطوری بودن. سمیرا چشمتو باز کن. غذاتو بخور. وحید نکنم شما. خب نی چشمتو باز کن. چرا دیگه چشاتو نمیبندی پس؟ فقط لقمه اول میبندیم. آقا اجازه یکم تو ببین. بفرمایید آقا مجید. خوشمزه خوبم نمیده. ولی بیبی میگم من بدم میاد من دوست ندارم این چیزا. من میگم با بیبی کسی که پزشک باید درست بلد بشه که بونم و اگر من خیلی خوشمزه و خوبم
فکر کنم بیبی درست بلدی درست کنی. خب پس یادم باشه یه کاسه بدم برای بیبی ببری. میکنم خیلی خوشش بیاد. دستشون دردم. خب آقا مجید حالا قضیه فیسا برسه بگو ببینم. آقا اجازه اقلا بذارین حذف بشه تا فسفرش بره تو مغزمون یاد حرفای بیبی جون افتم که میگفت من بچه مادم 17 میشه چه 50 هنوز نه. جان سلام. سلام. میگو بردم بخورین و کیف کنین. ببین نمیدونین میگو معجزه میکنه. دست درد نکن. بفهم. خیلی ممنون. بیبی جون اینو برای شما آوردم. دست منو کوتاه نکنین بخورین تا فسفری مغزتون زیاد بشه. هی نشین اینجا تق کنین. فسفر دست درد نکنه. تو خوردی؟ بله. سیر. قرض دم دادی؟ قرض؟ به کی؟ به چی کمه؟ باز میگی شکم. آخه مرا شکم کنی. شما یه 2 تا از اینا بزنین دهنتون. اگه دیدین بده خوشمزه نی هر چی میخوان بگین. گفتم نمیخوام. آها فهمیدم. حتما میخوان جلو من نخون. میذارمش اینجا بعدم بخوریم. بلند شو برو دست و صورتتو بشور با صابون. یا مگه نجسه؟ نجسه برای که معلمتون میخواست صدقه بده تو هم گرفتی آبرو منو بردی. فکر آبرو من نکردی. بچه هم چی میکنی؟ دارم ورزش میکنم تا میگوها زودتر از بشه و از این مغزم اینم چی طور میشه. خدا عقلت بده. باشه وقتی فسفری مغزم زیاد شده درسامو خوب تونستم بفهمم و ترقی کردم. خودتون هفته برای من میگو میخرید. بله. این ریاضی اینم میگریسی مادی چرا چی میکنی؟ میخوام همه اینا رو امشب بخونم. فسفر کاری خودشو کرد ببین. میخوام فردا تو مدرسه کولان کنم. اینو فارسی اینا چیزایی میشنوم از ماجی. میخوام همه اینا رو بخونم. حفظ بشم. میشنوم باور کنم. اینجا خالی نجار ماه مدادم مکتوب ایزن اینو باید حالا یه فارسی اینجا موردن پیشین سابق اینجا آفرین بازمشین موجود اینم که بلدم انگلیسی What is this? It's اینم که بلدم برای ممکن پرگار روی فلز اینم که بلدم. آدم که فسفری مغزی زیاد میشه باید ببینم چی کاره بشم. دکتر، مهندس، دبیر ریاضی. اول میگو با فسفر نباشد راه حل این کله پوکان. نباشد راه حل این کله پوکان. ولی کن میگو خوشمزه و خوب دهد سرعت به من چون اسب تازان. دهد سرعت به من چون اسب تازان. کله پوکان اسب تازان. کله پوکان اسب تازان. کله پوکان اسب تازان. امسال باید بیشتر کار کنم تا بیشتر پول در بیارم.
اقلا بتونم هفته یه بار میگو بخورم. راهی ترقی رو پیدا کردم. هیچ غمی ندارم. گوش میکنی بیبی؟ 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 بیبی در این کال ازش درست کنی؟ دلم داره ظرف میره. بله شما حق دارین دلتون ظرف بره. بیشتر از چند تا دونه میگو که نخورنید. چند دلش باشه. بیبی راستی خوشمزه بود؟ بیبی میگواره ریختی در لاشخالی؟ بذار من یکی ملخ نخورده از دنیا برم ببینم چطور. اولا ملخ نبون میگو. دوما آینده من چطور میشه؟ ترقی من چطور میشه؟ دستتون درد نکنید بیبی. به به کالا جوش چیه زیر دسته؟ کتاب ریاضی سر جلسه ریاضی که نباید زیر دست باشه. اینا گذاشتن بر زیر دستی. کارو دا بکن. بله بله اینا نمودار رو بعدا معادلش رو بنویسی. چطور شد آقا مجید؟ ها؟ چطور شد؟ میگو و فسفورو چطور شد به؟ آقا ما که یه بار بیشتر میگو نخوردیم که. آقا باید بیشتر میخوردیم. آقا مجید باید بیشتر میخوندی نمیخوردی. حالا راستی یه نهنگم که میخوردی باید بیشتر بخونی. بر نداری زیر اینجا دوباره مثل اون دفعه شعر برای من بنویسی ها؟ من به شعر نمره نمیدم آقا مجید. گوش میدی؟ باید بیشتر بخونی. کار دو
مجید مجید بذار بخوانم. مجید مجید بلند شو مجید عزیز من باید بری مدرسه. بلند شو دیگه مجید بلند شو دیگه. باشه چه بلور شدی مجید؟ مجید یعنی خوابی هنوز؟ مجید بلند شو عزیز من. بلند شو دیرت میشه. بلند شو برده سفت خودتو بل میشه زمین خورد میشه. برو دستورتو بشو کاراتو بکن دیرت شو. چشماتو واکن. نگاه کن گله مثل خودت. نگاه کن. بو بکن. خیر زاید چای برات بریزم برای که خواب سرت بره بیرون. او ظرفشکر بده. خوردن چای خواب سرت بیرون کنم. دلم میخواد گل صد پر بچینم میون مادر و دختر نشینم. اشرفی، ادهمی، کارما توضیح شد. دانش آموزا میبرن منزل، میدن به بزرگترشون، امضا میکنن میارن مدرسه. آقا بابا مالانم به بیا اونا میتونه امضا بدیم به مادرت. مادرم نمیستم بهونه نگیر. آقا خدا بزرگتر خونه بدیم به بزرگترترت. آقا میشه خودم امضا کنید؟ خیر. آقا اون منم که خیلی کم دادیم. آقا تمام دارم من خلاص. اما زیرش دست خودتونه. آقا بابا ما میگن که امضا من خیلی ارزش داره. آقا بی خود یه چیزی ها امضا نمیکنه. نگی بابا شما ملک و تو جارن؟ امضای دقیقه باشه بهش چی میگن؟ بهش میگن جدی امضا؟ خیر، جعل امضا جرمه و تنبیه میشه. آقا اینه که با هم شکست فکر نکنم بتونه امضا. آقا اون توی دارش حق امضا داره چیکار کنیم؟ میدن به رئیسشون امضا. آقا بذاریم یه بارکی آخر سال هر 3 سال با هم امضا بکنن. ببین چه کاری. یه بارکی صبحونه اونا هارو شام آخر شب با همون. جون با نقاششون خیلی خوبه. امضاشون هم کله کفتگی. بدیم کارنامه‌مون دایتونم و امضا کنن تا کارنامه‌مون خوشگل‌تر بشه. کلاس دوم 6 و 7 بفرمایید کلاس ما. کلاس سوم 4 بفرمایید. سوم 3 ما کلاس آقا. اجازه؟ ورزش ما خیلی کم شده آقا. می‌خواستی بیشتر کار کنی، بیشتر تلاش کن. آقا شما کجا دیدین نمره ورزش 6 بشه؟ هیچ جا. آقا پس چرا ما 6 داریم؟ 6 دادم من که ببینی به ورزش هم میشه 6 بده آقا مجید. آقا شما وقتی معلم ریاضی بودین اینقدر سختی نبودین. ببین آقا مجید من اصلا درسی ورزشم گرفتم برای اینکه اهمیت این درس معلوم بشه.
من کاری میکنم که تک تکی این بچه‌ها برن کلاس تقویتی ورزش. فهمیدی آقا مجید؟ کلاس تقویتی ورزش. آقا تو رو خدا نوم ورزش ما رو بیشتر بدیم. میترسیم معدلمون کم بشه آقا، رو فوزه بشیم. بشین. آقا ما خیلی زحمت کشیدیم، همه نمره‌مون هم بالاست به جز ورزش. برای ورزش هم باید زحمت بکشی. آقا جونی به چادون یه کارش کنیم. ببین آقا مجید، من نمره بی خودی به کسی نمیدم، باید بری کار کن. بیام کمک. کمک کن. برگرد. نه خیر ببینی. حالا که کمک کردی بیانو بکو تا شب یه کوفته خوشمزه واسه درست کنم. بیبی نمیشد فردا یه سر به این مدرسه ما؟ چطور شده؟ هیچی، گفتم یه سر فردا به این مدرسه ما، به این معلم ورزش ما بگی چه پدر کشتگی با ما داره. آخه شما چه پدر کشتگی بایی بچه داره که از ورزش به 6 داده؟ والا خدا رو خوش نمیاد. بگوین درسش بعد از قبول میکنم، مشقشو نمی‌نویسید قبول میکنم، دل به بازی از قبول میکنم، حسابش خوب نیست قبول میکنم، اما ورجه کردن لغت زیری توپ زدن اینم کاری داره که شما نمره 6 میدید به این بچه؟ این که یه بچه شیری هم میتونه انجام بده. شما یه دقیقه اجازه بدید من با آقای هیدری میگم. آقای معزنی برو با آقای هیدری میگم. کافی نکنین. یه ضربت نشه. بزن آقا بزن، تعویضم انجام نمیدین تا من میام بیام، ادامه پیدا کنه بازی.
جان شیرین سخن. بیبی چطور شد؟ تونستی ازش نمره بگیری؟ بیبی شما چی گفتی؟ اونا چی گفتن؟ حالا خودشون میان بهت میگن. بفهم در بیا لباس رو بیا. پنج تا پاسی درست میده 20 میگیری. هر پاسی 4 نمره. خوب است خانم؟ بگی ببینم. با سری پنجه میزنم. یه پا جلو، یه پا عقب، سرت بالا. دوباره میگیره تو پا با کفی دست نه. با سر پنجه. آماده نیستی آقا، آماده نیستی. دوباره داره کف دست میزنه ها. سر پنج. خدا مرگم بده دیدی؟ بفهم. دیدی نمره بی خودی به کسی نمیدن؟ همین 6 هم زیادش بود. بابا ورزشش خوبه، منتهای کارا رو بلد نیست بکنه. 10 تا توپ گل بکن 20 بگیر. نه اصلا تو 10 تا توپ بنداز 4 تاش گل بشه 20 بگیر. آقا شما از 10 تا 2 تاش گل بشه 20 بگیر. خوب است خانم؟ بفهم. حواست جمع کن. نگاه کن به تخته تو اون گوشه مربع سیاهیه. بزن بالا. بارکلا عجبه خورد بالاخره به تخته لاغر. بزن بیا تعریفشو کرد. آقا 5 تا استوب میکنی 20 میگیری. فهمیدی؟ آقا استوب چیه؟ توپا میندازم برات با پا با بغلی پاد میگیری. خب است خانم؟ با بغلی پا بیا بغلی پا. این که دیگه فوت فن نداره. 10 تا میزنی 20 میگیری. هر کدوم 2 تا. بفهم. دو تا زدی میشه 4 6 دادم بهش خانم. خب آخه جون و جریق نداره. مربوط به کار نکردن است، مربوط به ضعیف بودن است، مربوط به پرورش ندادن. این مای 4 اون وقتی که با اومدم تو مدرسه یکی از این وسایل اینجا نه با چه زحمت این وسایل رو بردیم اینجا آماده کردیم تا بچه ازش استفاده بکنم خانم. نه اینکه بیان بایستن تماشا بکنم. اذیت شدی ها آقا مجید؟ نه آقا ما اشتباه کردیم بیبون بخوریم همون 6 بسته. آقا مجید ببین تو استعدادشو داری، یه ذره همت میخواد کار. فردا صبح بیا به چام میاندشون. نه نه ما از خیلی نمره گذاشتیم. هر جون میل دست اما یه بار بیا کیف داره آقا مجید. خانم نگرانش نباشی، یه ذره باید همت بکنه کار بکنه، ورزش برای سلامتیش هم مفید است. خداحافظ شما. خداحافظ شما. آخه نه کارت آقای معززی زیر توپ زدن و توفت کلاغت انداختن و دلاب راست شدن هم کار است که تو آبرو منو بردی با پا درد میکشی میجو تازه آبرو من میبری. آخه تو چی به چه دیگه کمتر است. الان میام بیبی. بیا بریم. کجا؟ نه شما بریم من الان میام. بیا بریم. من کار دارم بیبی. آقا اجازه. بله.
آقا شما میدونیم ما شاعریم؟ میدونیم تا حالا ما چند تا شعر گفتیم آقا؟ بله میدونم. آقا بعد چرا اینقدر ما رو اذیت کنیم آقا؟ آقا ما ورزشکار نبودیم ما دیگه هم نمیشیم آقا. آقا مجید شاعرون است که داره زیری درخت و لبی جوبی آب و به شروع کنه به شعر گفتن ها. شاعرها هیچ وقت تو جشن و مسابقه شرکت نمیکنن؟ آقا تو مسابقه و جشن شرکت میکنن ولی خب از جاشون جام نمیخورن، میشینن یه جا همه بهشون عزت و احترام میذارن، آخر سری هم 4 تا شعر میگن و همه براشون کف میزنن مثل آقا میرن خونه استراحت کنن. هیچ جای دنیام رسم نیست که شاعرها رو بدمونن برای نمره که آقا. آقا مجید باید بری ورزش بکنی، میفهمی؟ ورزش برو. تو ای مرد بزرگ اهل ورزش فقط فرمانده در کار نرمش. پری قافیه پری بیبی داشتم بیتدین شعر نامه میگفتم. آخه دارم شعر میگم چرا نمیذاری؟ نگاه کنو چه بنده به ساعتی برای خودش و چه وسط پذیرایی و گلیمون ورده بیرون چیکار کنی؟ بیبی اینا که خرج نداره فقط برای الهامه. الهامی چی؟ تو دیره همه تو مدرسه دست و چلفتی بازی در بردی آبروریز کردی هنوزم دستانی داری شعر میگوی؟ من برای ورزش دارم شعر میگم دیگه. ورزش بکن فعالیت بکن شعر نداره ورزش. بیبی دیروز که اومدیم مدرسه من 6 بردم شما ازش چیکار کردی؟ چیکار میتونستم برات بکنم؟ خب یه کار میکردی میخواستی فعالیت کنی من هیچ کاری نمیتونستم کار کنم. منم برای جواب معلم ورزش دارم شعر میگم دیگه. بله؟ توی مرد بزرگ اهل ورزش فقط فرمان بده در کار نرمش، همان نرمش که آرد بهر من بیست. مرا حال دویدن صبح زود نیست، برای شاعری بیجان و لاغر نشستن در کناری هست بهتر. نه جنبان بنده را هر صبح داریم، ز غصه گشتن بیمار و باریک. برکل آقا مجید شعر خودت گفته؟ بله آقا. برکل آقا زحمت هم کشیده دیگه براش ها؟ بله. خب حالا گوش بده آقا مجید. تو ای نوجوان شاعر هوشدار، چو پندت به هم حرف من گوش دار. بکن تنبلی از تن خود برون، به ورزش تو نیروی خود کن فزون. تو ای شاعر لاغر پادراز، مکن خود خجل گردنت بر فراز. که شاعر بباید شود پهلوان، نترسد ز کس همچو شیر ژیان. که تا شعر او شهره گردد همی، زیاده شود نمره یک کمی. چو شاعر فراری ز ورزش بود دیر باز، بگوید همی شعر صد تای غاز.
وگر 20 خواهی به باید شوی قهرمان. نباشد 20 مجانی تو ای حیف نان. ز بستر بکش تن تو در بامداد، یا مدرسه ای بود و همچو باد. کوچم کنیه سا کوچم کنیه نگاه کن آقا میاد بر من شعر میگه من بقید دیستم شعر خودم با شاعر این سورس من 20 میشم 20 فقط 20 چجوری خودش خسته که از نفسش بریده. نگاه کن نصف شب نصف سر صدات چه ساندخته نمیذاره بخوابیم. ببخشید بیبی شما رو بیدار کرد. بریم بخواب.
چجوری برم بخوابم با این سر صدا؟ تو چجوری بخوابم؟ بیبی من میخوام پهلوون بشم، میخوام ورزشکار بشم، میخوام شاعری ورزشکار شاعر بشم. خب خیلی هم خوبه. با این فعالیتی که تو داری و پشت کاری که داری موفق میشی. ورزشکاری هم خوبه، بعضی چرت زدن و یه گوشه نشستنه. بله بیبی، شما باید به من پول بدیم من برم باشگاه. نه دیگه حرفی پول نزن. مجید خواب دیدی؟ چه خوابی دیدی؟ بیبی اول شدم، چشم خالی اول شدم. ایشالله که تو بیداری هم اول میشی. هیچی، اومدم شما چیکار میکنید؟ ورزش باستانی. آقا رایی، من میخوام قهرمان بشم. قهرمانی چی میخوای بشی؟ کلاً تصمیم نگرفتم. کشتی، کاراته. بیبی میگه یه رشته باشد که خر ناشته باشه. از من میشنایی برو باستانی. شما میرین باشگاه؟ بله، زورخونه. زورخونه، آها. بعد منم راه میدن یا نه؟ بله. بعد که یا واز هست که یا میری؟ جمعه و شبا، بیشتری جمعه و بعد پولی هم هست؟ همین پول میشونن همینا. نه دیگه سر سفره نه. اون سرشکر رو بده به من. بفهمدی دست بده ریخته بیایی پکو بله؟ حواظ که ندارم. بیبی خداحافظ. به امید خدا. به سلام. دو یا دو چرخ سواری. دو یا دو چرخ سواری. این دو چرخه، این هم دو. بیبی دو یا دو چرخه. باریکلا آقا مجید. آقا ما تو سالس دیگه این حرف رو گفتن. 16 20 21
34 39 40 42 45 اگر وتر و یک ضلع مثلث قائم زاویه‌ای با وتر و یک ضلع اگر وتر و یک ضلع مثلث قائم زاویه‌ای با وتر و یک ضلع مثلث قائم زاویه دیگری مساوی باشند اگر وتر و یک ضلع مثلث قائم زاویه‌ای ماهیچه‌های اسکلتی ماهیچه‌های اسکلتی ماهیچه‌هایی هستند که بدن ما رو نگه می‌دارن. سوال باشه بعد از درس. این ماهیچه‌های اسکلتی به اراده خود ما در حرکت هستند. اگر بخوایم بیشتر این ماهیچه‌ها رو بشناسیم میتونیم با لمس کردن سر بازو یا پشت ساق پا، سوال بعد از درس، یا پشت ساق پا این ماهیچه‌ها رو وقتی لمس کردیم بهتر بشناسیم. ماهیچه‌ها از سلول‌هایی ساخته شدن، از سلول‌های مخصوص ساخته شدن که وقتی منقبض میشن کوتاه‌تر میشن. این ماهیچه‌ها بدن انسان را، اسکلت بدن انسان را محکم نگه می‌داره و انقباض و انبساط و باز و بسط شدن و حرکت بدن وسیله ماهیچه‌های اسکلتی انجام میگیره. بیارم که داری زمردی و زود بترسم که گردم همین خیتو بود. اگر ترس باشد همین یار تو بود نمره 6 در کار تو. وسیله زردپی‌ها به دو سر استخوان‌ها متصل میشن. این ماهیچه‌ها همونطور که گفتیم در زمانی که بدن حرکت میکنه منقبض میشن.
بیبی به درد نمیخوره. دیگه به درد نمیخوره. چی به درد نمیخوره؟ زورخونه به درد نمیخوره. چرا دیگه؟ چطور شده؟ بیبی اولندش زور زیاد میخواد، اینقدرش من ندارم. خب دومندش من میخوام برم زیبای اندام، ولی اونا همچه هیکل قشنگ نداشتن. ما باید برم باشگاه. بیبی باشگاه دیگه کجاست؟ خرج اینا که نداره که. با خرج اینا تا ببینم من. نه دیگه تا ببینم نداره، خرج برای من نداره. سلام. چند داره میکنی؟ این 880. چطوره؟ کارش خیلی خوبه. داری چه شو؟ این چه دیک نداره؟ نه من یه چیزی میخوام سیاه باشه. مشکی؟ آره. مشکی زرد. آره همین. قیمتش چنده؟ 120 تومن. اوه چه گرون. آقا واسه فروشیه؟ عجب اینو من بده. از کجا میتونم دیگه بیارم آقا؟ من بده. ولی من نمیدونم. این باز بهتره. این دوخش حالا شما نمیدونی کدوم من گیر بیارم؟ باز نمیشه. نه من. چند میدی؟ آقا حالا شما 41 من بده. اینو به ما بفروشی من اگر. بفروشی نیست. از این 41 من بده داشت. چیزی نداره. 41 نداری؟ پولش از چه شدیم آقا؟ بس پولش نیست. اصلا فروشی نیست این. اجا اینو من بده. آقا حالا این دفعه ما بفروشیم. از کم فروشی. این چند قیمتش؟ آقا حالا بریم بفروشین دیگه آقا. 880 تومنه. فروشی نیست آقا. ما نمیخوایم آقا سرگردون بشیم. آجاش از آقا نمیرسه. فروشی نیست. این نه آجاش خیلی خوبه، کفشش خیلی خوبه، بهترین کفش ایرانیه. فروشی نیست آقا. پولش از چه بشه؟ ایجا این دست. این هم من بده. پولش چقدر شد آقا؟ از کم فروشی نیست، بفرمایید. این چند قیمتش؟ زیبای اندامش بیبی، من خب مثل همین بشه. بیبی زیبای اندامش، ببینید چقدر قشنگه. این قشنگه؟ این که شکل قورباغه هست که پرت باشه تو زمین. زیبایی به پوشیدگی این چیه آخه؟ آقا اجازه بفهم خستم. شما خسته نباشی آقا نجی. آقا اجازه چی باشگاه با شما آشنا نداریم، ما میخوایم بریم باشگاه. چه خبر است آقا نجی؟ تازه اولش چه عجله داری؟ نه آقا ما یه عادتی داریم، ما یا یه کاری شروع نمی‌کنیم یا میگه شروع کردیم ما تا آخرش میریم. چون آغاز کردم یکی کار نیک روم تا با آخر روان مثل ریگ. گرت خواهی شوی استاد ورزش، تو را من میبرم باشگاه نرمش. آقا دست شما درد نکنه. اشکال نداره. مجید بیا. این آقا مجید است که تو براتون عرض کردم. گوش بده ببین آقا در چی میگن. شما دو تا دونه عکس 3 در 4 یه فوتوکوپی از شناسنامه بیار ما رو یگانه سی بدونیم نیست. دو تا عکس یه دونه فوتوکوپی.